موز بیداغ. وقتی آن را چشیدی چیزی به تو خواهم گفت که شاید تا به حال نمیدانستی. تشکر بابا. خداوند با شما برکت دهد. شما خیلی به من فکر میکنید. آن روز به اسما یک موز کاملا بیداغ داده شد. موزی که کاملا زرد بود و در دو طرفش کمی رنگ سبز داشت. او پوست موز را جدا کرد و در کمال تعجب داخل آن میوه سفید و شیرمانند دید. این اولین بار بود که او داخل یک موز را کاملا سفید میدید و آن را خورد. خب اسما، مزه موز چطور بود؟ بابا ظاهرش خیلی خوب بود اما مزهش خوب نبود. یک قسم بیمزه بود. بسیار خوب اسما. حالا این موز داغدار را امتحان کن. اسما با بیمیلی آن را گرفت. پوستش را جدا کرد و به داخلش نگاه کرد. این موز نسبت به قبلی کمی نرمتر بود و اینجا و آنجا لکه های سیاهی داشت. با اینکه دلش نمیخواست آن را بخورد اما کنجکاو بود تا بداند که پدرش چی میخواست برایش بگوید و آن را خورد. کدام یک بهتر بود؟ بابا لکه‌دار با این که در ظاهر کمی خراب معلوم میشد اما مزهش خیلی بهتر از آن دیگری بود. اسما، این دقیقاً همان چیزی است که من میخواستم به تو بگویم. هیچ وقت یک کتاب را از روی جلدش قضاوت نکن. دقیقاً مثل موز. هر انسان لکه ها یعنی عیوبی دارد. منظورم این است که تو ممکن است تمام رفتارهای یک نفر را دوست نداشته باشی، اما باید او را در کل بپذیری. انسانها و میوه‌های شیرین و خوبی هستند. اگر تو همیشه فقط به عادتهای بدی یک نفر نگاه کنی، هرگز نخواهی توانست دوستی پیدا کنی. چون هیچ کس بیداغ و بیعیب نیست. اگر کسی عیب‌های دارد اما در مجموع انسان خوبی است، باید با او دوستی کنی. برای تماشای این و دیگر کارتون های جالب آموزشی و اخلاقی مشابه ما را در یوتیوب دنبال کنید. افغان کارتون برای افغان ها به زبان افغان ها.